اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 59 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 60 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الستون، الدرس الستون یعنی درس 60. درس 60 از کتاب تعلیم زبان عربی. درس 60 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. صاحب کتاب میگوید 20 یعنی 20، 20. 30 30 یعنی 30. 40 40 یعنی 40. 50 50 50. 60 60 60. 70 70 70. 80 80 80. 90 90. 100 یعنی 100. 100 را میگویند. پس در کلمه 100 وقتی که می نویسیم این الف نوشته می شود اما خوانده نمی شود. 100 یعنی 100. پیش از اون که کلمه های نو را دوام بدهیم میخواهم درس های گذشته را به یادتان بیارم که ما و شما در درس های گذشته از 1 تا 10 را گرفته بودیم، یعنی حساب از 1 تا 10 را گرفتیم و حالا باشد از 20 تا 100 را گرفتیم. پس این حسابها، عددها در زبان عربی به 4 قسم تقسیم می شود. این را خوب در ذهنتون داشته باشید. قسم یکم را الاعداد الفردیه می گویند. الاعداد الفردیه. اعداد الفردیه یعنی عددهای 1 تا 10 و عدد 100 و عدد 1000 و عدد میلیون، اینها را همه‌شان را میگن الاعداد الفردیه، یعنی عددهایی که عبارت از یک کلمه هستند. مثلا 1 1 ببین یک کلمه است. 2 دو کلمه است. مثلا 5 5 ببین یک کلمه است. 100 100 ببینید یک کلمه است. پس اینها را همه‌شان را میگویند اعداد الفردیه. این قسم یکم عددها. قسم دوم عددها الالفاظ یا الفاظ العقودش میگویند. الفاظ العقود. الفاظ العقودش این همین کلمه هایی که حالا گرفتیم همینا است. ببینید تا 90. 20 30 40 50 60 70 80 90. این عددها را الفاظ العقودش میگویند. پس این عددها در معامله کردن از دیدگاه 20 از 20 چی فرق دارد؟ به مثل جمع مذکر سالم است. در حالت رفع با واو می شود، در حالت نصب و جر با یا می شود که 20 می گوییم، یا 30 30، 40 40،
خمسون خمسین، ستون ستین، سبعون سبعین، ثمانون ثمانین، تسعون تسعین. دقت دادید؟ حالت رفع و حالت نصب و حالت جرش رو بیان کردیم. اینها را الفاظ عقودش میگویند. بعد از این صاحب کتاب میگوید که مئتانی، مئتانی یعنی 200، مئتانی 200. 300، 300 یعنی 300، 300 300. مئتان همچنین در حالت رفع است. این ملحق به مثنا هست، یعنی حالت رفعش به الف می شود مئتانی، حالت نصب و جرش با یا می شود مئتینی، مئتینی در حالت نصب و در حالت جر. 300 300، 300 مضاف مضاف الیه هست. بعد از این میگوید الفون، الفون یعنی هزار، الفون هزار. این الف همچنین از الاعداد الفردیه هست. بعد از این میگوید الفانی، الفانی یعنی 2000، الفانی یعنی 2000. این در حالت رفع است. در حالت نصب و جر می شود الفینی، الفینی. همچنین ترجمهش 2000، اما از دیدگاه اعراب حالت نصب و جر. بعد از این میگوید 300، 300 یعنی 3000. 3000، معذرت میخوام، 3000 یعنی 3000. 300 مضاف، آلافین همچنین مضاف الیه، 3000. بعد از این میگوید میلیون، میلیون یعنی میلیون، میلیون یعنی میلیون. بعد از این میگوید 11، 11، 11 یعنی 11. پس اکنون این 11 از 11 تا 19 را میگن الاعداد المرکبه. این سوم قسمی عدد است. یکمش را گرفتیم الاعداد الفردیه، دویم قسم را گرفتیم الفاظ العقود، سوم قسمی عدد در زبان عربی الاعداد المرکبه هست. اعداد المرکبه از 11 تا 19 را است. از رقم 11 تا رقم 19 را الاعداد المرکبه میگویندش. 11 11، 12 12، 12 12، 13 13، 13 13. بعد از این میگوید 111، 111 یعنی 111، 111 یعنی 111. بعد از عددها را ذکر کردن، اکنون چند کلمه دیگر میارد که در اینجا فصلهای سال را ذکر میکند که در یک سال 4 فصل هست. اینها را یک تا یک تا بیان میکند. میگوید که اول ربیع، ربیع یعنی بهار، فصل بهار. صیف تابستان یعنی فصل تابستان. خریف، خریف یعنی تیرماه، فصل تیرماه. شتاء زمستان، فصل زمستان. بعد از این میگوید ساعت، ساعت ساعت. اما در کتاب‌های قدیم اگر بخوانیم ساعت به معنای قیامت می آید و ساعت به معنای لحظه و وقت می آید. اما در این کتاب صاحب کتاب این ساعت را به معنای همون ساعتی که ما و شما استفاده میبریم به همون معنا گرفته، یعنی ساعتی که عبارت از 60 دقیقه است. ساعت ساعت. پس جمعش جمع مؤنث سالم می شده است ساعات، یعنی ساعت ها، ساعات ساعت ها. بعد از این میگه دقیقتون، دقیقتون دقیقه، دقیقه که عبارت از 60 ثانیه هست. پس میگوید دقیقتون دقیقه،
دقائق دقیقه ها، دقائق دقیقه ها جمعی صیغه منتهی الجموع که هست غیر منصرف است، تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید ثانیتون، ثانیتون یعنی ثانیه، سکوند، که یک دقیقه عبارت از 60 ثانیه هست، 60 سکوند است. بعد از این میگوید ثوانین یعنی جمع ثانیه، ثوانین ثانیه ها، ثوانین ثانیه ها. بعد از این میگوید فصلون، فصلون یعنی فصل، فصل هم به معناهای گوناگون می آید، به معنای صنف می آید، فصلی که در اونجا دانشجویان درس می گیرند، و فصل به معنای همچنین یک باب می آید، یک مجموعی از مسائل می آید. در کتابا اگر بخونید در بالاش مثل فصلون، بعد در زیرش مثلا یک موضوع را ذکر میکند، مثلا در فقه باشد فصل میگه، در تگش مثلا نواقض شکننده های طهارت را ذکر میکند یا دیگر مسئله های فقهی را ذکر میکند. پس فصل در کتاب های فقهی به معنای عباره از چند مسئله در یک موضوع، اما در اینجا فصل به معنای فصل سال است، چطوری که ما شما فصل میگوییم، یعنی یک سال عبارت از 4 فصل است. فصل هاش که گفتیم ربیع، صیف، خریف، شتاء، پس فصل انا همین ها را در نظر دارد، یعنی فصلی سال. فصول فصل ها، فصل های سال. بعد از این میگوید فصول السنتی یعنی فصل های سال، فصل های سال که عبارت از 4 فصل است. بعد از این میگوید کتابون، کتابون یعنی تعلیمگاه خردکک، یک جای خرده که برای تعلیم آماده اش میکنن، همون جا را میگوین کتابون. جمعش میشود کتاتیبو، کتاتیبو یعنی تعلیمگاهکای خردکک یا تعلیمگاه های میده. کتاتیبو همچنین صیغه منتهی الجموع است که تنوین را آخرش قبول نمی کند. خب این بود کلمه های نوی درس 60. اکنون در اینجا میخوام چند معلومات به سمع شما همچنین برسانم. اولا گفتیم که عددها در زبان عربی به 4 قسم تقسیم می شود. الاعداد الفردیه گفتیم اولش را، از 1 سر کرده تا 10، مثلا 100، 1000، میلیون، اینها را میگن الاعداد الفردیه. اینها حالتهای اعرابیشان تغییر می‌یابد، مثلا واحدون، واحدن، مثلا 1، واحدون 1، واحدن، واحدین، حرکت آخرش قبول میکند. همچنین اثنانی ملحق به جمعی، ملحق به مثنا هست، حالت رفعش به الف است، اثنانی. حالت نصب و جرش با یا هست، اثنینی. و 3 و 4 5 6 7 8 9 اینها 10، اینها حالتهای آخرشان حرکت قبول میکند. همچنین 100 آخرش حرکت قبول میکند. همچنین 1000، میلیون، اینها آخراشان حرکت قبول میکنند. یعنی اینها معرب هستند، اینها معرب هستند، یعنی مبنی نیستند، آخرش به یک حالت قرار نگرفتند. پس اینها اعداد فردیه. خب دویم قسم گرفتیم الفاظ العقود. گفتیم الفاظ العقود از 20 تا 90 میگن، 20 30 40 50 60 70 80 90 تا همینجا الفاظ العقودش میگن. الفاظ العقود اعرابش اینها آخرشان با حرف حرکتشان تغییر مییابد، یعنی حالت اعرابشان با حرف تغییر مییابد. یعنی در حالت رفع باشد با واو میشه، چطوری که میبینید 20 30، اینها هم حالت رفع است. حالت نصب و جر باشد با یا میشود 20 30 40. پس اینها را میگوین اعداد الفاظ العقود. دویم قسم عدد اینها ملحق به جمع مذکر سالم هستند، چطوری که ما شما میدونیم جمع مذکر سالم حالت رفعش با واو میشود، حالت نصب و جرش با یا میشود. پس این ملحق به همون جمع مذکر سالم است. و سوم قسم عدد گفتیم که
الاعداد المرکبه می شود. عددهای مرکب، عددهای مرکب گفتیم از 10 تا 19 را میگویند. ببینید از 10 از 11 تا 19 را. پس این عددهای مرکبه اینها مبنی هستند، یعنی آخرشون تغییر نمی‌یابد. 11 در همه صورت 11 می شود. در یگان جا 12 نمی شود یا 11 نمی شود، همه وقت 11. فقط 12 هست که این را آخرش تغییر می‌یابد، اما 10 قسم دومش آخرش تغییر نمی‌یابد. فقط این کلمه اولش که 12 انا همین تغییر می‌یابد. یعنی حالت رفع باشد 12 به مثل مثنا می شود، حالت رفعش با الف می شود. حالت نصب و جرش با یا می شود. حالت نصب و جر باشد میگه که 12 یا قطی 12 و باقی مانده از 13 با شروع کرده تا 19 را دیگه همه وقت آخرش مبنی هست، یعنی یه حالت هست. مثلا 13 14 15 16 17 18 19 این دیگه آخرشون تغییر نمی‌یابد، زیرا که این کلمه مبنی هستند، اینا آخرشون تغییر نیابنده هستند. پس اینها رو میگویند الاعداد المرکبه. اعداد المرکبه فقط 12 قسم اولش یعنی اثنا میگفتگیمون تغییر می‌یابد، اما 10 تغییر نمی‌یابد. خب این سوم قسم عددها. و چهارم قسم عدد هست، او را الاعداد المعطوفه میگویندش. الاعداد المعطوفه از 21 سرکردگی تا 29، از 31 سرکردگی تا 39، از 41 سرکردگی تا 49. دیدید؟ یعنی همون عددهایی که در بینشون واو هست، همون عددهایی که در بینشون واو میآید. مثلا من گفتنی باشم که 25، پس میگم 25 واو رو میارم. از این حساب میگن الاعداد المعطوفه. اگر که 36 گفتنی باشه میگم 36 یعنی 36. اگر 55 گفتنی باشه میگم 55 یعنی در بین واو میآید. پس اینها رو میگن الاعداد المعطوفه. الاعداد المعطوفه. پس این هست خلاصه عددها در زبان عربی. و عددهای معطوفه قسم اولش یعنی که 25 مثلا میگیم یا 35 مثلا میگیم، قسم اولش پیش از واو اونها حالت اعرابشون به حرکت تغییر مییابد، به حرکت تغییر مییابد. اما بعد از واو کلمه که میاد 20 مثلا 30 یا 50 اینها همون جمعی ملحق به جمع مذکر سالم است. گفتیم که حالت رفعش با واو می شود، حالت نصب و جرش با یا می شود. انا همون قاعده در ذهنتون باشد، انا همون طور است، یعنی 20 یا 20. مثلا میگوی که اشتریتو 25 کتابا. دقت دادید؟ 25 کتابا یعنی خریدم 25 کتاب را. اگر بگویی که 25 کتاب هستین میگویی که هذا 25 کتابا، یعنی این 25 کتاب است. دقت دادید؟ 50 شد و 20 میشد با واو، زیرا که حالت رفع است. 50 شد، 25 که شد حالت با یا میشود و 20. و به مثل همین دیگر عددها را هر جایی که با واو میاد به مثل همین میآید. خب مسئله عددها همین است. همین قدر معلومات انشاءالله اینجا کفایه میکند. میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 60. صاحب کتاب میگوید در حوارش که انا معلم فی الکتاب و عند 20 تلمیذا، یعنی که من معلم هستم در تعلیمگاه خردکک و دارم من و عندی یعنی دارم من 20 شاگرد و عندی 20 تلمیذا و دارم من 20 شاگرد. اشتریت اليوم
لأولادي 30 قلما و40 کراسا و50 ریشة و5 مقالم. میگوید که اشتریت الیوم، خریدم امروز، لاولادی برای فرزندانم، 30 قلما 30 دانه قلم، و40 کراسا و 40 دانه دفتر، و50 ریشة و 50 پیرا، و5 مقالم و 5 دانه قلمدان، قلمگیرک. مقالمه غیر منصرف است، از این خاطر آخرش تنوین قبول نکرد. و 5 مقالمه آخرش کسره را قبول نکرد، زیرا اینکه بعد 5 باید مجرور بیاید، زیرا که 5 مضاف است و مقالمه مضاف الیه. اشتریت الیوم لاولادی 30 قلما و40 کراسا و50 ریشة و5 مقالم. خریدم امروز برای فرزندانم 30 دانه قلم و 40 دانه دفتر و 50 دانه پیرا و 5 قلمدان، 5 دانه قلمگیرک. بعد از این میگوید بکم اشتریت کل ذلك، یعنی به مقدار چی خریدی؟ بکم یعنی به چند سوم. اشتریت خریدی تو، کل ذلك همه آن را. بکم اشتریت کل ذلك، با چی مقدار خریدی تو همه آن را، یعنی چند سوم خریدی تو همه آن را. میگوید اشتریتها ب11 روبلا و 69 کوبیکا. میگوید که اشتریتها یعنی خریدم ویها را، ایها برمیگرد به همه همون چیزهای خریدگیش، قلم و کراسه و ریشه و مقالم، همه همون چیزهای خریدگیش. اشتریتها یعنی خریدم اونها را، همه اشان را، ب11 روبلا به 11 روبل و 69 کوبیکن و 69 کپک. 11 روبل و 69 کپک میگد همه همینها را خریدم. بعد از این میگوید فی الیوم 24 ساعة و فی الساعة 60 دقیقة و فی الدقیقة 60 ثانیة. میگوید که فی الیوم یعنی در یک شبانه روز، 24 ساعة 24 ساعت هست، در یک شبانه روز 24 ساعت است. و فی الساعة در یک ساعت، 60 دقیقة 60 دقیقه است. و فی الدقیقة در یک دقیقه، 60 ثانیة 60 ثانیه هست، 60 سکند است. فی الیوم 24 ساعة در یک شبانه روز 24 ساعت است. و فی الساعة 60 دقیقة در یک ساعت 60 دقیقه است. و فی الدقیقة 60 ثانیة و در یک دقیقه 60 ثانیه هست. بعدش میگوید فی الشهر 4 اسابع و فی الاسبوع 7 ایام. میگوید در یک ماه، فی الشهر در یک ماه، 4 اسابع 4 هفته است. اسابع جمع اسبوع، اسبوع هفته، اسابع هفته ها، یعنی 4 هفته است. و فی الاسبوع و در یک هفته، 7 ایام 7 روز است. و فی الاسبوع و در یک هفته، 7 ایام 7 روز است. فی الشهر 4 اسابع و فی الاسبوع 7 ایام. در یک ماه 4 هفته است و در یک هفته 7 روز هست. اکنون نام‌های روزها را میارد، میگوید که یوم الجمعه و یوم السبت و یوم الاحد و یوم الاثنین و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء و یوم الخمیس. پس این نام‌های روزها هست. یوم الجمعه روز جمعه، و یوم السبت روز شنبه، و یوم الاحد روز یکشنبه، و یوم الاثنین روز دوشنبه، و یوم الثلاثاء روز سهشنبه، و یوم الاربعاء اربعاء.
هر سه گفتن چطوری که گفتیمش جایز است. اربع بر میتونیم فتحه بتیم، میتونیم کسره بتیم، میتونیم ضمه بتیم. و یوم الاربعاء یا اربعاء یا اربعاء، هر چهارش یک معنی دارد، یعنی روزی چهارشنبه. و یوم الخمیس، روزی پنجشنبه. پس این روزهای هفته است. بعد از این میگوید که فصول السنه هی، یعنی که فصلهای سال اینها هستند. فصلهای سال اینها هستند: الربیع و الصیف و الخریف و الشتاء، یعنی بهار، الربیع بهار، و الصیف و تابستان، و الخریف تیرماه، و الشتاء زمستان. میگوید فی السنه 12 شهرا، در یک سال 12 ماه است. و فی السنه 12 شهرا، و فی السنه 12 شهرا، یعنی در یک سال 12 ماه است. اکنون ماه‌های هجری را بیان میکند. این ماه‌ها عبارت هستند: المحرم، الصفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جماد الاولى، جماد الاخرى، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. پس این 12 ماه. المحرم یعنی ماه محرم، یکم ماه هجری. صفر، ماه صفر. ربیع الاول، ربیع الاول، یعنی که ربیع الاول. ربیع الاخر، یعنی که ربیع الاخر. ربیع الثانی شما میگویند ربیع الثانی، یعنی که ربیع الثانی، یعنی که ماه بعدیش، ماه چهارم. جماد الاولى، جماد الاولى، جماد الاولى، جماد اول، جماد الاولى یعنی ماه پنجم. جماد الاخرى یا جماد الثانی شما میگویند جماد الثانی. رجب، ماه رجب. شعبان، ماه شعبان، غیر منصرف است، آخرش تنوین قبول نمی کند. رمضان، ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، غیر منصرف است، آخرش تنوین قبول نمی کند. شوال، ماه شوال. ذو القعدة، ماه ذو القعده. ذو الحجة، ماه ذو الحجه. پس این هست 12 ماه هجری. بعد از این میگوید که فی مکتبتنا 100 کتاب و 1000 مجلة. میگوید که در کتابخانه ما 200 کتاب است و 2000 مجله هست. دقت بتید، فی مکتبتنا یعنی در کتابخانه ما 100. اینجا اصلا بود 200 نون داشت، به سبب اضافه اون نون حذف شد، زیرا که 100 مضاف شد، کتابین مضاف الیه. به سبب اضافه اون نون 200 را نون شما حذف کرده، میگیم 100 کتابین، یعنی 200 کتاب. 100 این الف در حالت رفع باشد میگیم 100 کتابین، 200 کتاب. در حالت نصب و جر میگیم 200 کتابین، 200 کتابین یعنی 200 کتاب. اما اینجا حالت رفع است، زیرا که این مبتدای مؤخر هست. فی مکتبتنا این جار و مجرور متعلق به کائنون، خبر مقدم 100 مبتدای مؤخر هست، مرفوع علامت رفعش الالف لانه ملحق بمثنى، زیرا که این 100 ملحق به مثنی هست. 100 مضاف، کتابین مضاف الیه. و 1000 مجله، واو عاطفه، الفا عطف است در جای 100. الفا در اصل الفانی بود، نون داشت، الفانی 2000، لیکن به سبب اضافه اینجا هم همچنین ما نون حذف کردیم، شد الفا مجلتین. این حالت رفع، حالت نصب و جر باشد می شود الفی مجلتین، این الف یا می شود الفی مجلتین یعنی 2000. اما اینجا حالت رفع است، زیرا که عطف است در جای 100 مبتدای مؤخر است، حالت رفع هست، حالت اعرابیش. بعد از این میگوید الربیع فصل الامطار و الشتاء فصل الثلوج و الخریف فصل الفواکه.
میگه که الربیع یعنی بهار، فصل الامطاری، فصل باران هاست. امطار جمع مطر، مطر باران، امطار باران ها. فصل الامطار یعنی بهار فصل باران هست. و شتاء فصل الثلوج، و زمستان فصل ثلوج است، یعنی برف هاست. ثلج برف، ثلوج برف ها. فصل الثلوج فصل برف است. و الخریف فصل الفواکه، و الخریف یعنی که تیرماه، فصل الفواکه فصل میوگی ها است. فاکهتون میوه، فواکه میوگی ها. فصل الفواکه فصل میوگی ها است. پس این است حوار درس 60. در اینجا این درس را به پایان میرسانم. تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.